خب توی این پازل ما مهره سفید رو داریم و باید مات در یک حرکت رو پیدا کنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که بررسی میکنیم ببینیم شاه سیاه چه خونه هایی رو داره که بتونه فرار کنه. خب خونه J8 رو داره، خونه F7 توسط سرباز داره کنترل میشه پس نمیتونه بره و خونه های ستون E هم توسط این رخ داره کنترل میشه، پس تنها راه فرار همون خونه G8 هست که البته فیل داره کنترلش میکنه. بنابراین تنها کافی است که ما یک کیش بدیم که شاه سیاه در خونه F8 مات بشه. خب اولین چیزی که به ذهن میرسه این هست که ما از مهره استفاده کنیم که داره خونه های اطراف شاه رو کنترل نمیکنه، به خاطر اینکه این فیل و این رخ دارن خونه های اطراف شاه رو کنترل میکنن. پس ما با این اسب که اینجا عملا آزاد هست و میتونه تکون بخوره کافی است که یک کیش بدیم که خب طبیعتا تنها خونه‌ای که میشه با اسب کیش داد خونه H7 هست که ما این کار رو انجام میدیم. البته باید این رو هم بررسی میکردیم که خود اسب بر این خونه توسط مهره‌های سیاه زده نمیشه که خب با توجه به اینکه هیچ مهره‌ای نبود که اونجا بزنه ما این کیش رو دادیم، ولی خب این رو باید قبل از اینکه کیش میدادیم حتما بررسی میکردیم.